بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالخالق حسینی هستیم، کمک مربی پوشاک مددی. ان شاء الله تیم در بازی آمادگی کامل داره. دیگه بازی تمرینای ما خیلی وقت تقریبا 2 ماه به ایسو جریان داشته. بازی اول ما مقابل عدالت بودن که یک ذره ما ناامانگی با سالون و یک ذره غافلگیر شدیم از حریف. در ترکیب ما بازیکنای جوان با تجربه، دو ترکیب بسیار خوب، هم جوان هم با تجربه. ما در امسال در فصل ما ابرای خود داریم. جوانای ما جوانایی است که آمادگی های خیلی کامل برای لیگ کابل داشته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت بینندگان تلویزیون ملی اسپورت. جاوید سیاوش هستم در طرف بازیکن پوشاک مددی. بازیکن خیلی خوبی داریم، خدا رو شکر. تمرینات ما بسیار پیشرفته جریان داشت و از این بعد هم جریان داره. ان شاء الله خیلی بازیکن نامدار خوبی داریم، ان شاء الله بتونیم یک نتیجه خوبی از لیگ بگیریم. رولا حسینی هستم، بازیکن پوشاک مددی نمبر 11 هستم. دیگه لیگ دور هفتم کابل کسا بسیار امسال بهتر شده. یا ما آمادگی خیلی گرفتیم چون بازی قبلی رو باختیم. دیگه 4 جلسه 3 جلسه انجام دادیم. ترکیب ما آمادگیش بسیار عالی است. فعلا دو ترکیب درست کردیم. ترکیب اول 4 نفر هستیم، ترکیب دوم هم 4 نفر هستیم. دیگرش یک نفر در رزرو است، دیگرش در چنج است.